آمدیم خواستگاری سال خانم برای پسرم. بروز بهروز مادر خراب. آقا میشه شما؟ من پدرت پیامکی که به دختر من دادی واکن. چشم. این چیه؟ هلو؟ به دختر من میگی هلو؟ نه خدا نمیگی که من توجه نکردم، میگی مهماندار من توضیح نداد. تو نگران نباش، اگه قرار باشه سکوت کنی وقت صدامو داشتم میگفتم دیگه. خب. خروسی میشد توی پخش زنده هم اتفاقا 2 بار این اتفاق افتاد. وایرال شد، همه دیدم. ادامه بدم اومدم. نمیدونم خودم عصبی میشدم اینطوری میشد دیگه. آخه من داشتم وزن کم میکردم. خوشش دچار سکته حلزونی شد. سکته قطع بود؟ این خرگوش ساله میگم 10 روز نخوابید. بفهم چی؟ شما انگلستان تا حالا رفتی؟ نه والا. شما چی؟ شما انگلستان رفتی؟ نه. منم نرفتم. شلوار تو رو چرا اونجوری خیس کردی؟ آقا من نفهمیدم. تو میری دستباه کار تو رو بکنی یا شنا بکنی؟ هیچی بلکه مامان بگم ناراحت میشه. چی شده؟ چیکار کردی؟ بگو. بو کن اینو. سالار سالار چیکار داری؟ مواد میکشه سالار